باورتون نشه وقتی میگفت پانیش من نصف ترم متوجه نمیشدم که منظورش چیه. یا اما شما همینو در نظر بگیرین که چقدر قشنگ تو ذهن من نشسته و چقدر ساختارهای ساده و کوچیکی که استفاده کرده باعث شده که من اطلاعاتم بیشتر بشه. زمانی که شما همشون رو موقعیت استفاده کنی بچه‌ها میفهمن. دلیلش همینه چون ماها استفاده نمی‌کنیم که اونا بدونن. برای پایان کلاستون میتونید از این فریز استفاده کنید. سلام بچه‌ها، چطورید؟ خوش اومدین به یک ویدیوی دیگه که این ویدیو رو بهتون پیشنهاد میکنم حتما با یک کاغذ و خودکار ببینید. یه خبر خیلی خوبم برات دارم که آخر ویدیو بهت میگم. توی همین مورد خیلی میتونه بهت کمک کنه، اصلا اسپیکینگ تو میبره بالا. با من باش. اگه یادتون باشه توی این ویدیو بهتون گفتم که یه سری جمله ها رو شما باید به زبان آموزا آموزش بدین که بتونن بهتر نیازاشون رو توی کلاس بگن و کلا مهارت اسپیکینگشون هم تقویت میشه و خیلی زودتر راه میافتن با دونستن اون جمله ها. حالا توی این ویدیو میخوام یه سری جمله ها رو بهتون بگم که شما به عنوان معلم باید بدونید. چی؟ من انگلیسی بلدم. داشتی چی میگی؟ میدونم، در جریانم. اما شما یه سری جمله ها رو ممکنه به ذهنتون نیاد که استفاده کنید و استفاده نکردن از این جمله ها باعث میشه که تنوع حرف زدن شما کم باشه و بچه‌ها خیلی چیزای کمتری رو ازتون یاد بگیرن. یه خاطره بهتون میگم که اصلا دلیل درست کردن این ویدیوه. من یادم یه معلمی داشتیم که با اینکه سطح ما مبتدی بود، همیشه توی کلاس از یه سری ساختارهای متنوع استفاده میکرد که باعث میشد ما خیلی راحت هم منظورش متوجه بشیم کم کم، هم خیلی چیزای جدید و زیادی یاد بگیریم. یعنی چی؟ ساده ترینش رو بهتون میگم. Let's move on. اینو من از اون معلم یاد گرفتم. یا مثلا فلان کارو بکن وگرنه پانیش میشی. کلمه پانیش رو از اون معلم یاد گرفتم. شاید باورتون نشه وقتی میگفت پانیش من نصف ترم متوجه نمیشدم که منظورش چیه، یا یه سری حرفا رو خیلی طول میکشید که متوجه بشم. اما شما همینو در نظر بگیرین که چقدر قشنگ تو ذهن من نشسته و چقدر ساختارهای ساده و کوچیکی که استفاده کرده باعث شده که من اطلاعاتم بیشتر بشه. پس توی این ویدیو بریم یه سری از این جمله ها رو ببینیم که توی موقعیت‌های مختلف ازشون استفاده کنیم. بازم بهتون میگم پیشنهادم اینه که اینا رو یه جا یادداشت کنید که یه مدت یه بار مرورش کنید. همونجور که بگذره دیگه میره تو حافظه بلند مدتتون و تمام. حالا واسه اینکه تشویقتون کنم به کسایی که یادداشت کنن و از یادداشت‌هاشون برای سلار هل عکس بفرستن، من 70% تخفیف روی مشاوره میدم. مشاورم به این صورته که من 20 سوال ازتون میپرسم و نسبت به جوابهاتون بهترین مسیری که برای درآمدزایی و همچنین رشد خودتون براتون وجود داره رو بهتون معرفی میکنم. ببینم چه میکنید. خب بریم سراغ جمله ها. به جای sit down بگو please take your seats. Please take your seats. چقدر متنوع تره تا اینکه همیشه بگیم sit down please. زمانی که بچه‌ها یه چیزی میگن شما متوجه نمیشین، به جای what بگو can you repeat that please؟ یا I didn't get that. I didn't get that. یا I didn't catch that. I didn't catch that. Can you repeat؟ پس اینجوری جمله های متنوع تری برای یک ساختار رو معرفی میکنیم و کم کم زمانی که شما همشون رو توی موقعیت استفاده کنی بچه‌ها میفهمن. بادی لنگویج هم خیلی مهمه که قبلا یه ویدیو راجبش گذاشتم، تو قسمت کپشن میذارم. مثلا برای این قسمت Can you repeat? Can you repeat? What? زمانی که بگی what با این حرکت متوجه میشه که دوباره باید حرفشو بزنه و دفعه بعدی اگر بگی can you repeat یا بگی I didn't catch that can you repeat دیگه قشنگ توی موقعیت‌های مختلف میره تو حافظشون. Let's move on to the next topic. Let's move on to the next topic. یا let's move on. Let's move on. Let's move on to the next page. بریم سراغ یه چیز دیگر رو اینجوری بگو. از فریز it's time for استفاده کن. مثلا it's time for exercises. It's time for music. It's time for movie. It's time for group work. It's time for pair work. Let's practice this exercise. یا مثلا بگین let's practice this concept. Let's practice this concept. این برای کلاسایی که یه کوچولو سطحشون بالاتره خیلی خوبه که کم کم با کلمه کانسپت آشنا بشن. کلمه ها رو میتونین کم کم بین حرفاتون بیارین. مثلا کانسپت یه چیزیه که تو سطح مبتدی خیلی تکرار میشه، پس کم کم بگیدش. برای پایان کلاستون میتونید از این فریز استفاده کنید. Time's up. Time's up. Let's wrap up. Let's wrap up. بیاین دیگه جمع جور کنید. تموم شد. وقتمون تموم شد. Let's
wrap up. اینو سعی کنید استفاده کنید. یا مثلا any question before we finish. any question before we finish. اصلا اینکه ازشون بخواین که یه مدت یه بار سوالایی که تو ذهنشون رو بگن خیلی خوبه و این جمله هم یه یادآور برای شما که قبل تموم کردن هر تاپیکی دوباره یک سوال کلی ازشون بپرسین. البته به علاوه ICQ و CCQ که دیگه توی 2 تا ویدیو کامل بهتون توضیح دادم، لینکش هم توی قسمت دیسکریپشن براتون میذارم که اونا خیلی مهمن برای چک کردن کانسپت و معنی چیزایی که آموزش میدین. به جای که بگی open page فلان یا go to page، بگو please turn to page blah blah in your textbook. please turn to page blah blah. حالا هر پیجی که هست با ساختارهای متنوع. حالا اگر بخوای معنی یه چیزی یا مفهوم یه چیزی یا خلاصه یه مطلبی رو از زبان خودشون بشنوی، اینو تو ذهنشون باید بیاری. in your words. in your words. وقتی اینو میشنون میفهمن که باید چیکار کنن، به زبان خودشون بگن. حالا چجوری میگی؟ میگی که can you explain this concept in your words? can you explain this concept in your words? یا مثلا in your words. کم کم که بگذره حتی میتونید از خلاصه‌هاش هم استفاده کنید. البته پیشنهاد من اینه که برای سطح‌های مبتدی نهایتاً خلاصه‌ها رو استفاده کنید تا جایی که میتونید از جمله‌های کامل. مثلا به جای اینکه خیلی معمولی همیشه بگی can you give me an example، بگو can you think of an example. can you think of an example. can you think of a synonym for this word. can you think of. پس جایگزین دیگه. یه موضوع خیلی کاربردی توی کلاس که فکر کنم بعد راجبش اصلا صحبت کنیم توی ویدیوی کامل، نظرتون رو به هم با 2 تا قلب صورتی بگین، اینه که شما باید توی کلاستون از رول پلی استفاده کنید. حالا یه زمانی که میخواین این کار رو انجام بدین میتونید از این جمله استفاده کنید. Let's do a role play to practice blah blah. Let's do a role play to practice. حالا هر چیزی. پس این جمله رو استفاده کنیم و با 2 تا قلب صورتی بهم بگین آیا راجبش بیشتر حرف بزنم یا نه. یا مثلا اگه توی کلاس متوسط هستی میخوای بگی که let's think about it, let's talk about it، بگی let's brainstorm about something. let's brainstorm. بازم میشه همون چی، مشورت کردن، صحبت کردن. پس خیلی خفن‌تر میتونی قشنگتر کلمات رو بگی. میدونی چی میگم؟ یا مثلا اگه بخوای بگی راجع به یه ریدینگ صحبت کنین، راجع بهش حرف بزنین، نگو let's talk about this reading، بگو let's analyze this reading. analyze. پس اینجا آنالیز کرده رو هم به انگلیسی بهشون میگی. شاید با خودتون فکر کنید اینا خیلی ساده‌نا، ولی باورتون نمیشه چقدر اینا توی صحبت کردن بچه‌ها تاثیر داره و دونستن این کلمات کوچیک به تلفظ درستشون و همچنین جایگزین‌های متنوعشون چقدر روی یادگیریشون تاثیر داره که 2 سوای دیگه وقتی تو سطح متوسط به بالا هستن یه سری جمله‌هایی که باید تو سطح پایین میشنیدن رو نشنیدن و اونجاست که متوجه میشن وای من چرا اینا رو نمیدونم. دلیلش همینه چون ماها استفاده نمی‌کنیم که اونا بدونن. یا مثلا برای سطح‌های متوسط به بالا به جای اینکه بگین مثلا I'll give you feedback، بگو I'll provide feedback on your speaking، مثلا on your reading, on your writing. یا مثلا به جای let's practice که همیشه میگیم بگین let's work on. مثلا let's practice grammar، بگین let's work on our grammar. let's work on our speaking. حالا اون خبر خوبی که براتون داشتم، شما با استفاده از هوش مصنوعی میتونید تمام جمله هایی که همیشه میگی رو اصلاح کنی. یعنی چی؟ شما فرض کن همیشه یه سری جمله ها رو توی کلاس تکرار میکنی، میخوای اونا رو بهترش کنی، میری به هوش مصنوعی میگی من میخوام بهت یه جمله بگم، لطفاً این جمله رو از نظر گرامری برای من درستش کن، یا اینکه چجوری این جمله رو بگم بهتره. بریم یه مثال ببینیم. I'm going to tell you a sentence. Can you tell me what are the grammar points that I need to be careful with? And can you also give me an alternative sentence for the phrase that I'm going to tell you? This is the sentence. Okay, class, it's enough for today. Let's wrap up things and I'm going to tell you what should you do for your next session. Grammar points to be careful with. 1. What should you do for your next session? Consider using what you should do. Alternative sentence. All right, class. That concludes our lesson for today. Let's summarize and I'll provide guidance on what to focus on in our next session. جمله من دیدین چقدر ساده بود؟ فقط گفتم okay class
it's enough for today. Let's wrap up things and I'm going to tell you what should you do for your next session. همینجا یه اشتباه گرامری ازم گرفت. گفت what you should do. What should you do؟ نه. What you should do. این یکیش. و دومین مورد برای اینکه اینو درست کنه گفت چی؟ Alright class. That concludes our lesson for today. یعنی درسمون به جای همون it's enough اینو بهم پیشنهاد داد و گفت let's summarize. یه خلاصه‌ای کنیم. And I'll provide guidance on what to focus on in our next session. به جای همین که من بگم مثلا I'm going to tell you what you should do اینو گفت. حالا اینکه این اپلیکیشن چیه بذاریم من یه مدت ازش استفاده کنم چون دقیقا همین امروز پیداش کردم و میتونه خیلی بهمون کمک کنه این اپ اگر جواب بده. پس من یه مدت باهاش کار میکنم. اگه اوکی بود توی یک ویدیو بهتون معرفیش میکنم ولی برای الان اگر میخواین همین کارو انجام بدین میتونید از همون ویدیو قبلی که براتون گذاشتم که گفتم اندروید و آیفون نداره از وبسایت میتونید خیلی راحت استفاده کنید و اینا رو همه رو بگید. حالا یه نکته هم بهتون بگم. من حالا میخوام راجع به این مسائل خیلی بیشتر از اینا باهاتون حرف بزنم ولی یه نکته توی این ویدیو بهتون میگم. از این به بعد زمانی که میخواین از چت جی پی تی استفاده کنین و یک صحبتی رو بهش بگین به جای اینکه تایپ کنید از قسمت میکروفون کیبوردتون استفاده کنین. یعنی بیاین همون حرفو بگید. این چه مزیتی داره؟ همین که واسه آدمای تنبلی مثل من که حوصله تایپ کردن ندارن خیلی خوبه و همین که شما زمانی که یک تلفظی رو اشتباه بگین کیبورد متوجه نمیشه حرفتون رو و اونجاست که میفهمید کجاها رو دارین تلفظ اشتباه به کار میبرید یا استرس چه چیزهایی رو اشتباه میگید که این میتونه خیلی بهتون کمک کنه. البته بازم من میخوام راجع به این مسائل باهاتون صحبت کنم ولی خب این یه نکته‌ای بود که باید میدونستید. و خلاصه این بود از ویدیوی امروز. اگر دوست دارین که بازم از این جور مسائل براتون بذارم حتما تو قسمت کامنت ها بنویسید و اینکه ویدیوهای درخواستیتون هم بهم بگین. لطفا بگین راجع به چه مسائلی دوست دارین که ویدیو براتون درست کنم. خلاصه مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودین. کسایی که نوشتن حتما عکس بگیرن از لغات و جمله‌هایی که نوشتن و برای سلار هلپ بفرستن که 70% تخفیف بگیرن روی مشاوره. و همین امیدوارم که این ویدیو هم مثل ویدیوهای دیگه بتونه بهتون کمک کنه و منتظر انرژی مثبتاتون هستم تا ویدیوهای بعدی. خدافظ.